سلام دوستان، اینجا موبایل هوم اهوازه و تو این ویدیو قرار گوشی A14 سامسونگ رو با هم بررسی کنیم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. سامسونگ بالاخره نسل جدید گوشی اقتصادی خودش یعنی A14 5G رو رسما معرفی کرد. بنا به تجربیات قبلی احتمالا خیلی پرفروش هم خواهد بود. اواخر دی 1401 به بازار جهانی با قیمتی حدود $170 عرضه شد. درباره نمایشگر این گوشی نمایشگری با 6.6 اینچ با پنل LCD داره و رزولوشن 1080